هون قداریا رادیو تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر قدارین دلال. رادیو تزه کارن ببینیم تو را اینترنتی وی نابونی شانه مالپر رادیو نقطه کم ایرو شمیه 18 حزیرانیه قداریا دنگو بحثی نفتیه که بکن. اپراسیون لشکری ارتش ترکیه باکوری کردستان دنو باجار و چاندا بردوام دکه. 12 حزیران باجار استانبولی ترکیه تقینک پیس چه بو. زانیرین دست پیک دادن خیا کردن که 8 لشکر و سیویل دنجام تقین دا بریندار بونه. تقین جاده عثمان غازی یا نوچه سانچاکتپی یا باجار استانبولی قومی. گور زانیرین دست پیک تقین نزدیکی جیکی لشکری درکتیه. چفکنی لشکری ترکیه دان خیا کردن که اتومبیل کتنی 300 متران دوری فرماندهای که لشکری ین ارتش ترکیه بو تقین درکت. ولی استانبولی درباره بیاری دا راگیاند. دنجام تقینی دا 8 کس بریندار بونه که 5 وان لشکر و 3 کس جی اولاتین سیویلن. هزین اولهی جی تقینی و در دوروی دست بلیگری نکرن. همه ویروژیل باجاری آمده باکوری کردستانی تقینک مزن قومی چاپکانین اولکاری ترکیه را گیاندنه که انجام تقینی دا 4 کس هاتنه کشتن و 15 کس جی بریندار بونه. هات زانین که تقین نزدیکی اکادمیا پلیس قومیه. جبر تقین مزن چاله که 5 متر کورایی و 5 متر فریاوی پیکات. گور آگاهین دست پیکل برهزی تقین گلک بریندار هنه. همه لیوی روژی نوند باجاری وانی باکوری کردستانی تقینک چه بو اوت انجام دا 6 پلیس بریندار بون. گور زانیاریان دنگ تقین گلک جن باجر هاتیه بیستن. نوند باجاری وانی باکوری کردستانی تقینک چه بو اوت انجام دا 6 پلیس بریندار بون. تقینا الوانی همه ویروژی پشتی تقینا آرمنده پیکات. هر وقت باجاری وانی باکوری کردستانی پیوچون درکت و 3 اندامین پیکی جیان خواست دست دان و پلیس سکجی بریندار بو. پشتی پیوچونی جی بویاری پلیسان دست ببلیکولینان کرد. فروکین شیر ین ارتش ترکیه برگین گریلاین پیکیل هریم کردستانی قندیل خاکورک و الهریم مرگساف یا شمزینانی بمب باران کردن هات گوتن فروکین وی هریمی نه برگین پیکی کردن هدف خو. هر وقت الگوری دخیانی فروکین ترکیه در بازی سینوری آسمانی هریم کردستانی بون اولچای قندیل و خاکوری دان. الگور آگایان لیدانی فروکین دا کس نمرنه و بریندارجی نبونه. هفتیو بوری آوکرنا پارتی که نو یا کردان ترکیه بیا مجارک گرم یا روژاوا سیاسته. HDP و پارلمانتاری به آلتانتان شهر دورد کردن. پارلمانتاری HDP آلتانتان بو پارتی خواهد بو HDP دکه ریه کردنو. همسروک HDP صلاحدین دمیرتاجی استانبولی برسیف داتان. دمیرتاج گود کسین دبیجن HDP دکه ریه کردنو قصوری ننیرن ابخاکت ریه کردن و خواه شاش کردن. گوتنین پارلمانتاری HDP آلتانتان در پیوینه که لگل روزنامه که ترکی دا بو سدما نقاشی. تان در پیوینه که تایبت دا رخنل سیاست پارتی خواه کربو و راگیان دبو اگر و بردوام بکه سیاست کردان با کرده بکه و نوا لیگری نکردن او ده آلترناتیو نو درکبن. گوتنن آلتانتانش آلی گله که کسان و بکه پیام آوکرنا پارتی که نو هات شروع کرن. آلتانتان پارلمانتاری دبیجه اگر افشار بدومه و گوتنن سکولاریزم و چپگراند پارتی دوازده در ببه جبلی HDP پارتی که نو ده بی آوکرن. سیاست کردت که ریه که نو گیشتی کردان پاراستوار اولدارن. کردن اولدار خود نو پارتی دا وک بیانی هیز دکن. هفسرو که HDP صلاحدین دمیرتاش رخنل گوتنن تانکر او گوت. گوتنا بیویجدانی امرو ببیجه نونرتیا کردن مسلمان HDP نینه. نونری هری بلندی کردن مسلمان ازم ام بجدابون خواب هفرانه و هیزا مجی البدارتی. هفسرو که HDP اروا آنی زمان او نه پارتی که اول پرستن. هفتیو بوری افسروکی پارتی دموکراتیا گلان صلاحدین دمیرتاش دبیجه اگر هیکو شری دنابرا پکیکی و حکمت ترکیه به شرکی دنابرا کرد و ترکان دال ترکیه و کردستان باکور. هفسروکی HDP دردیده دکه دلگل روزنامه‌وانه که بیانی دا دبیجه حتی که آرامیل ترکیه پکنه لسوریه جی آشتی پکنای پرزگریک هر دو ولاتان گریدایی هفن. هر و راگیان دیه که وی بردوامی خواستی اب آشتی سیاستی بکه لما آمده لگل اردوغان بجه و بمرجه که جوینش بو راوستادن شر او چرا سریا پرزگریکان به. الگوری زانیارین که هفسروکی HDP وانتینه زمان حتی نه بسدم شر لکردستان باکور 500,000 کرد الگند و باجارین خواه کچبر بونه دنجی تجیت نکوان بهوینه و دنو چجیب تمامی کابل بونه لما امدخوزا آلیکاریا بلس جبو وی خلقی دکن دمیتاش دبیشه. کنسیری به بریا که چکه برسیف دا سرکوزیر ترکیه بینالی یلدریم و دازانین اصلا داره آکپی را تشتی که بگوتو بیش کرن تنهیه.
هفسروکتی که چکی درباره گوتن سرکوزیری ترکیه که گوته بو PKK خبرین چک بردون دشینه لی ام گداری نکن دخینی که نویسکی بلاف کرد. دخینی داتی دست نشان کردن که حکومت ترکیه دخوازه تگیشتنه که دروین ساز بکه که همبری PKK بسر کردنه. هر وا دخینی داتی گوتن بلا رای گیشتی بزنه دستلاتیا ترکیه نه دخوازه سیستم فاشیسم او داگر کرد دامزرینه او بکمته که وارا تشتک کبی گوتو بیش کردن تنیه. هر وا که چکی بانک آلیگرن دموکراسی کرد که همبری سیستم او داگر کرد او فاشیسمی هزین خو یک بکن او بهورو تی بکوشن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان سرک دولت روسیه ولادیمیر پوتین را نامه کشاند. گورنوچه سپوتنیک نیوسی اردوغان وا گوتیه از السر نوی گلی ترک روژا گلی روسیه پیروز دکم هر وا از هیوی دکم که پیوندین روسیه و ترکیه دمک نزیک باش ببه. هات گوتن سرکوزیری ترکیه بنالی یلدریم جی سرکوزیری روسیه دمیتری میدویدیو را نامه کشاندیه. یلدریم جی نامه دا بس تکلین هر دو دولتان دکه و دبیجه هیوی دکم که هفکاری و تکلین نوبر روسیه و ترکیه دا دمک نز دا بگیجه آستا پیویست. پشتی نامه سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان کاش سرک دولت روسیه ولادیمیر پوتین را شانده بو روسیه با یک فرمی دخینیک دا او دیار کرد که اف دخوازن تکلین وان و ترکیه سراست بند لیش بو یکی دبی پیشی انقره گوان باویجه. دمیتری پیسکوف بدف که پوتین درباره مجاری دوا گفت امجی دخوازن تکلین ما نورمالیزه ببن و هم دربازی سردن هفکاریا سودوار ببن. پیسکوف به دوامی آخفتن خدا دیار دکه کاش بو سراسکرنا تکلیان چاوکو سرک دولتی بی پوتین جی گوتیه اگر انقره گاوین لازم نویجه نممکنه که تکلی سراز ببن. روسیاش بو بالافر خوایا که کانون سال پارش هیل ترکیه و سرسینوری سوری هاته بو خستن لیبورینی دخوازه. پلیس ترکیه الباجار استانبولی آویت سرمان و هفسروک پارتی دموکراتیک یا گلان فیگن yüksek داک. هزین دیجی تروری ین پلیس استانبولی نه نوچین اپراسیونه که همدمگیل نو نشانین جی پیکانی. HDP دخیانی که دو دیار کرد که مال هفسروک آوی yüksek داکشی تدف پلیس دابو. دخیانی نوند گیشتی یا HDP وایه. وی بی قانونی و خمساری قبول نکن و شرمزار دکن. پیوست زودترین لیپرسین درباره وام کسان دا به دست بکرن که امر دانه و افکار پیکانینه. کانسلر آلمانی آنگلا مرکل تفیوینه که در روزنامه‌ای که آلمانی دا گفت ام دخوازن گلی کرد ترکیه خودی جی خویه و که هف اوس بروژه که باش به. آنگلا مرکل روزنامه فرانکفورت الالگماینه زالتونگی را گفت البته جی هنک گویرتنن ترکیه دخاومن ما دلگران دکن و اشکره کرد که افدی مجرا راکرن پاریس بندی و پارلمانترین کرد دخا روژاوا جوین خو یا روژا دشمی دگل سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان. مرکل لاوروپای و ولات خو بیه نشان رخنه‌ای تون کاریا اردوغان خوش دکه. هفته بوری لشکرین آلمانیا بو بجدار بوند اپراسیون رزگار کردن منبیج دا و بو بشگریا یپگی و هسیده در بازی روجاوای کردستانی بونه و نزیکی باجار منبیج الباکوری سوریه بجی بونه. الگوری نوچه مالپیر سپوتنیک یا روسیا لشکرین آلمانیا بو آلیکاری هزین سوریه دموکراتیک دشر دجی دایش دا بو باکوری سوریه هاتنه بریکرن. هر وا سپوتنیک زوری چفکانی یل سوری راگیان دیه کلشکرین آلمانی نزیکی باجاری منبیجی یل روجاوای چمی فراتی بجی بونه. دا کد اپراسیون رزگار کردن منبیج دا آلیکاری بدن شروانین هسیده. پیشتر آمریکای لشکری خواب بو بشگری یکینان پاراستنان گل او هسیده روجاوای کردستانی او باکوری سوریه بجی کرده بو. بری دست پیکرنا اپراسیون رزگار کردن رقا و منبیجی جی آمریکای هجمار لشکری خوایل باکوری سوریه بو 500 لشکری زده کرده بو. هر وقت چند روز برین ها اتبو راگیاندن که لشکر فرانسوی با پشتوانی یپگی و هسیده جبو آلیکاری بدن اپراسیونی رزگار کردن رقا و منبیجی گیشت روجاوای کردستانی و الکوبانی بجی بونه. گوری زانیارین که هاتنه بلاف کرن در درست 5 لشکرین فرانسا در بازی روجاوای کردستانی بوده. دیریشا دنا پیرشو یا دایش دا قضای خرماتو یا الباشوری کردستانی هریکین 24 پلیس و میلیسین شیعات نکشتن و دو پشمرگه شهید بون. دایش پشتی نیوی شیب دهان چکدار و عربه انتجیبون به یریش کرد سرگند زرگه پیرایمد زنجر و عبود روجاوا و باشوری خرماتوی. دشار گراند که حتی بربانگی دوماند هزین پشمرگه کردستانی و میلیسین شی قوه که هجدی شبیتین ناس کرن کارین پیلین یریشین دایش بشکینن لیبری ریبری پلیس نافجه خرماتو. دشار گراند که حتی بربانگی دوماند هزین پشمرگه کردستانی و میلیسین شی قوه که هجدی شبیتین ناس کرن کارین پیلین یریشین دایش بشکینن لیبری گوری زانیاریان تدا 24 پلیس و میلیسین شی هاتنه کشتن و دو پشمرگه جشگند زرگه شهید بون. نتوان یک بوی پیشمی راگیاند که دولت اسلامی داعش هم بری به هزاران از دین سوری و عراق جنوسید بکنیه هر و نوین وان کسیم گناه کارجی جنوانانه.
لکولینری نتوان یک بوی راپورت خود داد نزانین که گروپ تندره هفلین سیستماتیکی و کشتن کولتی سکسی و توانی دن سر ازدیان مشاندیه که وی جوکو اتنیکی و لیشولی راکه نتوان یک بوی پیشنیارده که توانین لنبر ازدیان به نفوس 400,000 کسات نکرن بو درزاندنش دادگه توانون یا نمنتوی را ورنشاندن راپورت نتوان یک بوی کل سر هف پیوینن دهان رزگربوین ازدی هاتی آمده کرن رادگینه که چکدارین دایشش تبخ 2014 دا وروا با یک سیستماتیک ازدیان دگرن و کریارین خراب دکن که ناسنماین وانت نبکن نتوان یک بوی افتوانین چکدارین دایش ازدی را کری به جنوسید بناف کرد هروا دخواست اشعالین نوف دولتی کرد که هفلین رزگار کرنا هزاران جن و زاروک دست دایش بکن نوینری کاروبارین ازدیات حکومت هریم کردستانی دا رگیاد حیانا و شوتاندن وان 19 کچین ازدیش آلی دایشی و نهاتیه پشت راست کرن خیری بوزانی نویری کاروبارین ازدیان حکومت هریم کردستانی دا نویسه کل یا تورا جواکی یا فیسبوکی نویسیه اف 5 روزن ام هفل دادن زانیارین سر اوی بویاری کم بکن لی حیانا تا آگاهی کنیه اوی بجاری پشت راست بکه گور زانیارین همو بینه ین تورین جواکی هاتنه بلاف کرن ین شانوگریه که نه چلاکوان ین ازدیان الدهاکی و 8 تباخی 2015 هاتیه پیشکش کرن 16 حزیرانی 20 قربان دا آبوریو نوف دولتی بجداری هجمون کش سروکن ولاتین جیانی و پسپورین آبوریل باجاری سانکت پتربورگی روسی هات درخستن و شنده که باشوری کردستانی جی سروکتیا سرکوزیر نیچیروان برزانی جبو بجداربون دوی قربان دا و سردخواز فرمی یا روسی سردن و بی ولاتی کریه سرکوزیر باشوری کردستانی نیچیروان برزانی الموسکو یا پایتخت روسیا وزیر دروای روسی سرگی لاوروف را جویا در باری وی جوینی دا حکومت هریم کردستانی داخینیک بلاف کرد و داخلی سرک وزیر نیچیروان برزانی و وزیر دروای روسی سرگی لاوروف دوی هفدیدن دا بحث خورد کردن و پیوندین نوبر هفلیر مسکو کردن داخلی داتی گوتن که سرگی لاوروف آمیشه بکرنا کلسخانای روسیه لی بجاری هفلیری کرد و راگیاند اف چند سال دبن که کلسخانای گیشتی یا روسیه بجاری هفلیریه و شرکتین ین روسیه لحریم کردستانی کار دکن لاوروف دا کفشی که روسیه دل سر پیوندین دوستنه و آلیکارین خواب با حریم کردستانی دشار دجی داویشی دا بردوام بند هات زانین سرک وزیر نیچیروان برزانی هر وقت سروکی پارلمانتی روسیه و سروکی شرکت گازپروم یا روسیه را هفدیدنان پیکانین نیچیروان برزانی سرک وزیر حریم کردستانی سپاسی و پیزانی نخانیشان دا جبوی پیشوازی و بسا تکلین دوستانی ین دیروکی نوبرگل و حکمت حریم کردستانی و روسیه کرد هر وقت سپاسی آلیکارین سربازین روسیه جبو حریم کردستانی شر دجی تروری کرد و هیوی خواست آلیکارین روسیه جبو حریم کردستانی بردوام فرانسا جاردن چک و آلیکارین لشکری شیزن پیشمرگه را شاند. قنصلخانه فرانسا هفلیری را گیاند. نوبر 5 روزن داوی دا فرانسا دجاران آلیکارین لشکری شیزو پیشمرگه را شاندیه و رادستی وزارت پیشمرگه کریه. قنصلخانه فرانسا باجاری هفلیری یا پایتخت باجاری کردستانی چهارشنبه 15 حزیران داخلی که دا را گیاند. فرانسا 11 حزیران و حتی 14 حزیران بدو قناغان چک و آلیکارین لشکری شیزو پیشمرگه یا کردستانی را شاندیه. الباشوری کردستانی بریار گرتن 3 سازین اسلامی هدان. وزارت نابخواه حکومت حریم کردستان سر پیشنیار وزارت حقوق و کاروبارین اولی حریم کردستانی 3 سازین اسلامی حریم کردستانی گرت و کاری وان قدغه کرد. هات راگیاندن که وان دزگین کار بو حضر اسلامی تندرف دکرد. هر وا رادیو و بلاوکن تایبت بخواه بون. در باری پشتوانی دارایی یوان هر 3 سازیان جهات خیا کرن. چپکانی آلیکاری وان ندیار و شکبر بو. نوی وان دزگین اسلامی نهاتیه اشکره کرن. یکتیان اجتماعی کردستانی و تفگیر گورانی داخلی که بیش دا پشگری دان ریفرندوم سرخوبون پاشوری کردستانی و همو آوایی هفلن بو پیکانینا حریم خاصر یا کرکوکی رد کرن. پشتی رکفتنا سیاسی یا هفبش شاندا هفبش یا کدنابر ینکی گورانی دا پیکات 314 حزیرانی لباجاری سلیمانی یکمین جیوین خالدار خست. پشتی جیوینی هر دو آلیان داخلی یک هفبش دان. دوی داخلی دا ینکی گورانی پشگری دان پیواجیل دار خستنا ریفرندوم سرخوبون پاشوری کردستانی و تکازیل سر دستپیکرنا آمده کارین پیویست بو پیکانینا ریفرندومی کرن. هر دو آلیان هروادان کفشک و کرکوک بشک جدا نبویش آخا باشوری کردستانیه و پیویست کرکوک و گرسر آخا باشوری کردستانی.
پولیت بیرو پدکی دخینیک بنوی برسی و کرتی و کردی بو نشروان مصطفی دا بلاف کرد و تی دا رگیاند سخت کاری و تویمتن بی بینگه و تکدونا یک ریزیو نو مول کردستانی گویرین نوی کرن هروا بگیف و گوشن وجی گویرین پیک نوی پولیت بیرو پدکی هروا رگیاند هروا شبری و نکاریه و بیه گریه که پسیکولوژیک و تحفدی سبات بیستی حزیرانی و نه تبخ داجی و نکاری تقص بزانن که نهاجی هون نکارن اشبرویجی باشترین گویتن اوه که تخواب گویری و ایدی بوی حضری سیاستی نکی درباره سکرتاری گیشتی یتفگر گورانی نفشروان مصطفی دا فرمانا گرتنی درکد. گور زانیاریان دادوری دادگاه لیکولین یا هفلیری بریارا گرتنا برپس گیشتی یتفگر گورانی نفشروان مصطفی دایه. بریارا گرتنا نفشروان مصطفی سر دخوازا سر دوزگریا گیشتی یا هفلیری اوش بروان تومارین دنگی یکل سر نفشروان مصطفی بدادگاه هات نشاندن. الگوری وان بلگین نفشروان مصطفی دوان تومارین دنگی دا دخوازا تقاندن کنسولخانه و بورین پترولی کریه. لمبر به بریار دادگاه هفلیر بردف که تفگیر گورانی سر به مجارید کنفرانس که روزنامه‌نویسی رگیاند فرمانو گرتنا نفشروان مصطفیش علی دادگاه هفلیری و آسایش و درکتیه ام وک گورانی رادگینن که اف بریار تو بنگه یا ساینینه و ام و دوسیای رد کن. هفلیری 14 حزیرانی بزاوا آشتی نوخوی بون هات آوکرن. دنوا بون دا شهر 4 پرچین کردستانی اندام جی دگرن. سروکی بون دکتر موساکاوال دا خفتنا خدا گوت اوش بو آشتی نوخوی کار بکن. بون جوالاتیان دخواست که پشگریا بزاوا بون بکنش بکو بکار به آرمانجی خوابیک بینه و دنوا جواکی دا بون دور به. هفته برید نوبر پشمرگین پارتی دموکرات کردستان ایرانی و لشکرین ایرانی دا رجلات کردستانی شب درکت. بدکی رگیان پشمرگین وی پارتی لباجاری شینو یه رجلات کردستانی پیزن سپای پاسداران یا ایرانی را کتن شر و نوبر پشمرگین و لشکرین ایرانی هر دو گندن سرگیس و قره سقل ین گریده باجاری شینوی دا شرکی گران درکتیه و لشکرین ایرانی آنگو پاسداران شکستنه که مزن خارنه شر و پیفچون حتی نهاجی دومه. گوری رگیاندن آژانس نوچین یا فارسی 11 لشکرین ایرانی شیلا پشمرگین پدکی ایرانی و هاتنه کشتن. لمنبجی رفشاداوی شروان هیزن سوری دموکراتیک نزدیک و باجاری منبجی سیویلان د پاریزن و هروا ولاتین سیویل جی شهر دور دخن. علی دن و فرمانداریا انجمن لشکریا منبیجی راگیون که هزین وند 15 روزان دا 1000 کیلومتر چارگوشل در دور منبیجی کنترل کرنه و نزدیکی 1000 چکدارین دایشی جی کشتنه. 16 حزیرانی اپراسیون رزگارکن باجاری منبیجی در بازی روز 16 امین بود. روز 16 امین یا اپراسیون دکن بناوی اپراسیون فرمانده شهید ابولیلا دومه شروان هیزن سوری دموکراتیکو یکینان پاراستنا گل سرکشاوی دکه پیشکتنن زیده در دست خستن. انجمن لشکری یا منبیجی کنفرانس که روزنامه‌گیری دار خست و گفت امنها الگور پلان خودشن. استنگل پیش وچونو ممایه اوه هبونو سیویلان نو باجی دار. گور آمارین هی نزدیکی 30 حتی 40000 سیویل باجاری منبیجی دا شخوه دورو 75000 سیویل دمنبیجی دابو لیپرانیا وان دروژن بوریدا بردایشی رویانه. هروا سروک انجمن لشکری یا منبیجی سپاسیا هفپیمنیو نو دولتی دکن سری دا هیزن امریکی بریتانی و فرانسی. دنک و باسنجیانی 12 حزیران الباجاری اورلاندوی آمریکای دنجاما ایریش کچکداری کلوب که شوان دهری کم دا 5 که ساتن کشتن و 5 سکش جبرین دار بون. الگوری میدیا آمریکا دوی کلوبی دا هری زده مروین هوموسکسوال و لزبیان کمده بون. پولیس اورلاندو راگیاند شف بچک یریش کلوبا وی باجاری کرن کسی یریشکار کو چندم کس رحیری گرته بون پشتی 3 ساعتان هات کشتن. یریشکار بناوی عمر صدقی ماتین و انوالاتیه که آمریکایی تیناس کرن. لیکولینر واد یاردکن که تکلیه یریشکاری به دولت اسلامی و هیه. اورلاندو باجاری که ولایت فلوریدایه. پشتی قرکرنا اورلاندو سرک باراک اوباما فرمانده که همو آلاین امریکی بو بیرانینا قربانیان بین نظم کرن. وی گوت وی همی هفل بین داین که بره روم کرن چه بویه سدما یریشی و گریدانا یریشوان بکومن تروریستی هیه یا نا. اوباما گوته بکو یریش هم بر امریکیه که تمن دمیدا یریش سرت هوای امریکیانه. رخصتنا دایشی به پرساتیا یریش آمریکای که بوی سدما کشتنا 5 کسان و برینداربونا 5 کسان خواگرد. آژانس فرمی یا دایشی آمق دوچه‌ای که دا پشتراس کرد که رخصتنا دایشی یریش الباجار اورلاندو یا ایالت فلوریدا یا آمریکا انجام داده.
سروکی یکتیو کردن قزاقستانی اکادمیسیون و پروفسور کنیازی ابراهیم نووی میرزا بخلات که نوهات رو کرن. میرزویف مراسمی که تایبت خلات قشقرلی محمود آنگو خلات محمود قشقاری استند. مراسم خلات داین او رو کرنی اویا یکتیو گل قزاقستانی آنگو دومدروش به مالا دوستانی سالونی که مزن به بجدری گلک گرگر و میوانین روس قزاق آذری ارمنی و ملت دن پیکات. کنیازی ابراهیم اجبر خدمت خوی سالان که هم یریوان ارمنستانی همجی الموتای قزاقستانی کربو شهیلا فوندا قشقرلی محمود وهات خلات کرن که نوانده ویل باکوی آذربایجانیه. تابی کنیازی ابراهیم دو کسیندجی اجبر خدمت گش کرن و برابرنا زمان رجلات هاتن خلات کرن. کنیازی ابراهیم 2 سال بریان هاجی ببو درزداری امکدار یه دولت قزاقستانی و خلات ابراهیم آلتن سالین ورگرته بو. هجای گوتنیه که اف خلات لقزاقستان یک گرنگترین و مزنترین خلات دولت ته حساباندن. خلاتش بو پیروز کردن 85 سالیا آب کردن زنینگه آبای هات بوداین. جی گوتنیه جرا یکم که کردک هم خلات ابراهیم آلتنسارین و خلات قشقرلی محمود وردگره. خلات ابراهیم آلتنسارین قزاقستانی ددن وان کسان که دواری زانستی پداگوگی و رامیاری دا خدمت کمری کرنه. خلات هر سال بنوی درزداری امکدار دولت قزاقستانی تداین. پروفسور اکادمیسیون کنیازی ابراهیم 20 سالین داویدا گلک خلات مزن یین دولتی ورگرتنه. سال 1998 سالی سرکمری قزاقستانی نازاربایف خلات حرمت پیشکشی بیده که. سال 1999 سالی مدال لومونوسوف دستینه. المسکو نوی اکادمیک وردگره. سال 2002 دواری علمی پرورده دا جاری کدن خلات وردگره. هر و افشیلا سرکمر و به مدال زیرین یا اصابلی گلن قزاقستانی هاتیه خلات کرن. نازاربایف سال 2010 خلات خبرکاری نافداری قزاقستانی پیشکشی کنیازی ابراهیم دکه. کنیازی ابراهیم روزلاتناس او اکادمیسیون سروکی یکتیو کردن قزاقستانی و زانینگه آبای سروکی نوند زمانین دنیایه. پشتی شهر قراباخی ترک ارمنستانی کریه و جه سال 1990 و الماتای دجی. ایریوانی لزانینگه خچطور آبویان سرکتیا بش زمان و ادبیات آذری کریه. کنیازی ابراهیم 6 زمانان زانه و حتی نه نزدیکی 20 پرتوکن وی هاتنه وشاندن. آمده کاری نوچه درق خلات کرنا بریس کنیازی ابراهیم هفکاری مالپر ریاتزه صالحی کبر بریه. بدارین عزیز اجی بنوی مالپر و رادیوی ریاتزه بریس کنیازی ابراهیم بو ورگرتنا خلات بلند بدل و جان پیروز دکم. ما مستا کنیازی ابراهیم را ساقی اسلامتی خوشبختی و سرکفتنی مزند خوازم. بدارین هیجا ابو وشانا دنگو بحث نفتیه که شهر چارپرچین کردستانی و کردن دیاسپروی هروا نوچین نونتوی. جوره کدن هفتیاتی دی سال سروی نوو نشانی بنجام نوچین هفتیه که امی راستی هفبین آمده کار او رو برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیوی ریاتزه بیلاس ترکیه حتی نی شمیاتی بمینند خوشی اسلامتیه دا.